بچه ببینیم من میخوام با آکوا خب و با یه براش واسهش لک مصنوعی ایجاد کنم. ببین فکر کن لک و تیرگی صورت در این حد باشه، انقدر سیاهی باشه، به هیچ عنوان با کرم پودر این کاور رد نمیشه. اگه کاور بشه بعد 1-2 ساعت میزنه بیرون. اصلا بعد 1-2 ساعت چیه؟ شما تست کنید لک و تیرگی اینقدر باشه، به محض اینکه پودر بیکتون رو میذارین این تیرگی ها میزنه بیرون. من برای اینکه این تیرگی ها رو کاور کنم میام اول بستر سازی میکنم. با چی میخوام بستر سازی کنم؟ میخوام از سوپرا کالر استفاده کنم. بچه اونایی که قدیمی کارن، اونایی که عروس کار قدیمی بودن، این محصولات رو باید خوب بشناسن. قبلا با این محصولات عروس میزدن. بچه این سوپرا کالر مثل کرم پودر فشرده شده میمونه. برند کریولاینه. کاور خیلی بالا داره، اما اگه نتونی ازش خوب استفاده کنی پوستتو کیکی میکنه. شمارش هم W3. یه ذره میگیرم میریزم رو پلت رنگدونه مای میکاپ استوری استفاده میکنم. رنگ قرمزشو ببین، اندازه یه نخود میگیرم، این گوشه یه فندک میگیرم، شروع میکنم به گرم کردن سوپرا کالرم. ببین وقتی گرم میشه ببین قشنگ حرکت میکنه، نرم میشه، بافتش رقیق تر میشه. ببین به محض اینکه به این حالت رسید با یه دونه براش من رنگدونه قرمزمو ذره ذره بچه‌ها بهش اضافه میکنم. ببین وقتی که حرارت میدم با گرما این سبک میشه، بافتش باز میشه، واسه همین بلند کردنش راحت تر میشه، خوشگلتر روی پوست من میخوابه. میگیرم پخشش میکنم رو اون قسمت هایی که لک و تیرگی دارم. بچه فورا این کار رو انجام بدین تا سرد نشه. قبل اینکه سرد بشه بعد این کار رو انجام بدین، نباید خشک بشه. براش منم قلم شماره 16 گرافه. بلافاصله با یه بیوتی بلندر سر جای خودش بلندش میکنم. ببین سر جای خودش، اصلا فشار دستم زیاد نیست، به هیچ عنوان فشار نمیدم. بعد بچه حالا فکر کنیم من این لک رو با آکوا ایجاد کردم. خب شما این کارو نکنین دیگه، احتمال اینکه با کرم پودر ترکیب بشه ولی اگه لک مادرزادی باشه دیگه با کرم پودرتون ترکیب نمیشه که. ببین سر جای خودش بلندش میکنم، پخشش نمیکنم. بعد اینکه کامل اینو بلندش کردین من میام از اسپری فیکس کریولاین استفاده میکنم. قشنگ اسپری میکنم رو کل صورت، یه کوچولو بهش زمان میدم.